یه قرص درست حسابی بخوره آقا، یه بار با جلو برزیل بازی کنیم، جلو فرانسه بازی کنیم، جلو انگلیس بازی کنیم، جلو آلمان بازی کنیم. خیلی دور هستیم از سطح اول فوتبال دنیا. مطمئناً. ببینید ما متاسفانه یه کار اساسی و اصولی تو فوتبال ما انجام نشده. ما تو رده باشگاهیمون هم الان چند سال تو آسیا نه نتیجه میگیریم نه کار خاصی میکنیم و این متاسفانه برمیگرده به کارهای اصولی و پایه‌ای که باید تو فوتبال ما انجام بشه. ما امروز دربی پرسپولیس و استقلال رو دیدیم، دربی که هممون خیلی وقت بود چنین بازی رو دوست داشتیم که ببینیم. اما شما نگاه بکنین، دربی باید بره تو عراق، تو استادیوم 8,000 نفری برگزار بشه. دربی ما قبلا تمام اکثر آسیا دنیا فلان بیسار می اومدن، واسه شون جالب بود. اما الان موقعی که ما خودمون داریم خراب میکنیم بازی که یه روزی با 120,000 تماشاچی انجام شده، با 8-9,000 نفر انجام بشه یا 15,000 نفر انجام بشه، مطمئناً اون کلاس کار رو میاره پایین.